تام هوگر در بخش 9 کتاب بهترین بازنده برنده است درباره اهمیت تکرار صحبت می کند. بسیاری از افراد انتظار دارند تنها با خواندن چند کتاب یا گذراندن چند دوره آموزشی ذهنشان تغییر کند. اما ذهن نیز مانند بدن با تمرین ساخته می شود. اگر هر روز برخلاف قوانین خود معامله کنید، در حال تمرین بی‌انضباطی هستید. اگر هر روز به برنامه خود پایبند بمانید، حتی زمانی که نتیجه کوتاه مدت مطلوب نیست، در حال ساختن شخصیتی حرفه‌ای هستید. تام هوگر پیشنهاد می کند دفترچه معاملات یا ژورنال شما فقط شامل قیمت ورود و خروج نباشد. بهتر است احساسات، افکار و دلایل تصمیم گیری نیز ثبت شوند. برای مثال می توانید کنار هر معامله یادداشت کنید: آیا پیش از ورود عجله داشتم؟ آیا به دلیل ترس زودتر خارج شدم؟ آیا پس از ضرر میل به انتقام در من ایجاد شد؟ آیا دقیقاً همان چیزی را اجرا کردم که از قبل نوشته بودم؟ پس از چند هفته این یادداشت‌ها تصویری شفاف از عادت‌های ذهنیتان به شما می‌دهد. گاهی متوجه می‌شوید مشکل اصلی تحلیل تکنیکال نیست، بلکه الگوهای رفتاری تکرار شونده‌ای هستند که هر روز بدون توجه آنها را تکرار می‌کنید. در بخش 10 تام هوگر به مفهوم انضباط می‌پردازد. بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند انضباط یعنی همیشه احساس انگیزه داشته باشید. هوگر تعریف دیگری ارائه می‌دهد. او می‌گوید انضباط یعنی انجام دادن کار درست حتی زمانی که هیچ انگیزه‌ای برای انجام آن ندارید. در واقع تریدرهای حرفه‌ای بیشتر از آن که به احساسات خود اعتماد کنند، به عادتهای خود اعتماد می‌کنند. اگر هر تصمیم وابسته به حال و هوای آن روز باشد، عملکرد شما نیز دائما تغییر خواهد کرد. اما اگر فرایند ثابت داشته باشید، آرام آرام نتایج نیز ثبات پیدا می‌کنند. در صفحات پایانی کتاب نویسنده بار دیگر به عنوان باز می‌گردد: بهترین بازنده برنده می‌شود. اکنون دیگر معنی این جمله روشن‌تر شده است. بهترین بازنده کسی نیست که بیشتر ضرر می‌کند. او کسی است که می‌داند چه زمانی باید با یک زیان کوچک از بازار خارج شود. کسی که برای حفظ سرمایه با غرور خود معامله نمی‌کند. کسی که اجازه نمی‌دهد یک اشتباه کوچک به بحرانی بزرگ تبدیل شود. شاید بزرگترین تفاوت میان معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور در همین چند دقیقه حساس پس از یک ضرر نهفته باشد. افراد عادی می‌خواهند فوراً ضرر را جبران کنند، اما حرفه‌ای‌ها ابتدا ذهن خود را آرام می‌کنند، سپس دوباره بازار را ارزیابی می‌کنند. آنها می‌دانند که فرصت بعدی مهمتر از معامله قبلی است. در نهایت باید گفت Best Loser Wins صرفاً کتابی درباره معامله‌گری نیست. این کتاب درباره نحوه تصمیم گیری انسان در شرایط عدم قطعیت است. درباره اینکه چگونه ترس، امید، غرور و اعتماد به نفس آینده مالی ما را شکل می‌دهد. پیام اصلی کتاب شاید در یک جمله خلاصه شود: پیروزی در بازار یعنی بلد باشی درست رفتار کنی، نه اینکه آینده را دقیق پیش بینی کنی. اگر بتوانید این نگاه را در معاملات روزانه خود پیاده کنید، احتمالاً نه تنها تریدر بهتری خواهید شد، بلکه در بسیاری از تصمیم‌های مهم زندگی نیز آرامتر، منطقی‌تر و آگاهانه‌تر عمل خواهید کرد. اگر از این بررسی لذت بردید، کانال را دنبال کنید. در قسمت بعدی به سراغ کتاب The Mental Game of Trading نوشته جارد تندلر خواهیم رفت. کتابی که با نگاهی متفاوت ریشه‌های عمیق احساسی مانند ترس، طمع، اعتماد به نفس کاذب و کمالگرایی را بررسی می‌کند
و راهکارهای عملی برای مدیریت آنها ارائه می‌دهد. تا قسمت بعدی به خاطر داشته باشید که بازار از ما انتظار کامل بودن ندارد. تنها انتظار دارد هر روز اندکی حرفه‌ای‌تر از دیروز تصمیم بگیریم.